3 2 1 سلام. به صحرا و در و دشت، جوانی هم بهاری بود و بگذشت. سلام. یه سلامی بعد از تقریبا 6 ماه، نمیدونم کمتر یا بیشتر، و با یه وایب متفاوت تری، با حس و حال متفاوت تری، در روزگار متفاوت تری، ولی اومدیم که سلام کنیم و بگیم که دلمون خیلی براتون تنگ شد. سر گور جوانان لاله رویه. من و انیس فکر کنم بار سومیه که داریم تلاش میکنیم این اپیزود رو ضبط بکنیم و بین هر این 2-3 بار تلاش یه وقفه خوبی بوده. هر کدوم از اپیزودهای قبلی خیلی حس و حال متفاوت تره. همین الان داشتیم به انیس در مورد این حرف می‌زدیم که الان یکم همه چیز انگار ته‌نشین تر شده، نه به معنای فراموش کردن، به معنای اینکه صرفاً یکم اینطوری شدیم. آره اینجا رو بگم یهو ماده نفس عمیقی کشید و نشست، اینطوری شدیم منظورش بود. آره و اینکه یعنی حتی در مورد این حرف زدیم که اصلا نمیدونیم، یعنی مثلا یه دونه قبلی رو که ضبط کردیم بعدن که گوش دادیم انگار خیلی داون بودیم، صداهامون خیلی پایین بود یا حتی یه حس ناامیدی تو شاید بود. حتی در مورد این حرف زدیم که امروز چجوری حتی صحبت کنیم، قبراق باشیم یا نه، ولی واقعا به نجرسیم که خودمون باشیم، یعنی ببینیم حسمون چی میگه، اگر لازم بود جای آهی بکشیم، اشکی بریزیم که جلوشو نمیگیریم، اگر قرار بود بخندیم جایی چیزی پیش اومد جلوشو نمیگیریم، ولی میخواستیم بگیم که فکر نکنید که ما گذاشتیم کنار فعالیتمونو. دوست داریم که دوباره شروع کنیم، بیایم با هم صحبت کنیم بعد از 6 ماه که یه جورایی نصف سن پادکستمونه تقریبا. آره توی می سالگرد پادکست ما بود. آره در واقع 1 ماه پیش، 1 ماه و نیم پیش پادکست ما 1 ساله شد و ما توی 6 ماه اول واقعا فعالیت خیلی خوبی داشتیم. هر 2 هفته یه بار اپیزود جدید میدادیم، ولی بعد از اون حالا به خاطر اتفاقایی که توی زندگی شخصیمون افتاد و بعد اتفاقی که خب هممون درگیرش شدیم و نشد فعالیتی داشته باشیم، یعنی میخواستیم هم نمیشد. دوست داشتیم یه گپ و گفتگوی خیلی کوچولویی داشته باشیم قبل از اینکه بخوایم برگردیم به حالا یه فعالیت دوباره، و خب خیلی سخته، یعنی من خودم به شخصه در حرف زدن در موردش ناتوانم و از اون ور در نگفتنش هم حتی ناتوانم، یعنی یه احساس خیلی عجیبیه که خب فکر میکنم همه داریمش. آره فکر کنم هممون توی تجربه کردن یه سری حسای خیلی با هم دیگه مشترک هستیم، ولی مطمئنا در یک سری تجربه کردن حسای دیگه خیلی از هم دیگه متفاوتیم که به نظرم تفاوت خیلی مهم نیست، بیشتر این که بتونیم همون الان درک بکنیم، بشنویم مهمه. فکر میکنم من و انیس یکی از دلایل اصلی که دوست داریم دوباره اینجا باشیم، برگردیم، حرف بزنیم، دقیقا همین این تجربه کردن چیزهایی که هممون درش مشترکیم. من صادقانه نمیدونم که ما قراره که چجوری و به چه نحوی ادامه بدیم، ولی فکر میکنم ادامه دادن است که خیلی الان مهمه، مهمتر از قبل، خیلی مهمتر از قبل. درسته همینطور. این اپیزود فقط یه سلام دوباره بود، تسلیت خیلی بزرگ به همه آدم هایی که عزیزی از دست دادن، زندگی هاشون دگرگون شد. فکر کنم تسلیت به هممون درست‌تر باشه. دقیقا همینطوره و باز دوباره به قول تو یک ادامه دادنه،
یعنی با وجود همه دردها و رنجها و همه اون حقیقتی که تک تکمون بهش آگاهیم، که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و ادامه کاملا میدیم. درست. و خب حالا قبل از اینکه ما اصلا اینو شروع کنیم به ضبط کردن، مائده داشت میگفتش که پادکست جدید، اپیزود جدید رختکن بازنده ها رو گوش داده، داشتیم در مورد اون حرف میزدیم، در مورد حسامون. و من شب ماده میگفتم که خیلی برای من جالب بود که یه جایی رامین پرچمی در مورد این اتفاقای سختی که توی زندگیش افتاده، که مثلا هم داشتن باهاش صحبت میکردن که این همه سختی کشیدی و اینا، حست چیه؟ اینجا داشت میگفت مگه که مثلا همه اینقدر سختی نمیکشن، فقط من نیستم. و اینطوری که اون لحظه که داشت این حرف رو میزد خیلی جالب بود که من هم خیلی اوقات تو زندگی وقتی یه سری اتفاقات، این همه درد و رنج و سختی و اینا پیش میاد، اینطوری هم که خب عادیه دیگه، برای همه داره پیش میاد. یعنی یه جورایی همه احساس میکنیم تنهاییم ولی تنها نیستیم، مثلا حس مشترک داریم. و خب یه وقتای آدم فکر میکنه که خودش نقطه مرکزی این دنیاست دقیقا. و این نقطه ها زیادن، هر کدوم ما همون نقطه هستیم. در عین اینکه خیلی حسای مشترکی داریم، شاید فکر میکنیم که اون غم فقط برای ماست یا اون درد یا اون رنج فقط برای ماست، بقیه اون رو ندارن، در صورتی که اینطوری هم نیست. عجیبه. من حس میکنم مثلا روابط انسانی جایی معنادار میشه که دقیقا تو به عنوان یک یادآور باشی برای دیگری که در تجربه کردن هر چیزی که اون درگیرشه اون آدم تنها نیست. من دوست دارم که من و تو توی این پادکست این کارو بکنیم، اون یادآوره باشیم، اون تلنگره باشیم. ببین درسته که کوره در رفتگان از جرقه های ایده های سرامیک به وجود اومد، خب ولی واقعا ما داریم در مورد زندگی، در مورد زیستی که داریم تجربه میکنیم صحبت میکنیم. حالا اگر کارمون سرامیکه، در مورد کارمون میگیم. اگر یه جایی اتفاق دردی توی زندگیمون داره رخ میده، در موردش صحبت میکنیم. ممکنه اون درد یه لحظه برای من باشه، من در موردش صحبت کنم. ممکنه یه درد مشترک اجتماعی برای هممون باشه، در موردش صحبت میکنیم. و اینها واقعا جدا از هم نمیتونه باشه. میدونی به هر حال کار ما هم جزوی از زندگی ماست و ما در مورد زندگیمون اینجا صحبت میکنیم، در مورد احساساتمون، در مورد چیزایی که به ما گذشته، چیزایی که تجربه کردیم. و اینو به این خاطر میگیم، یک به این دلیل که بگیم که تنها نیستیم، دو این که از تجربیات همدیگه یاد بگیریم. حالا ما یه صحبتی میگیم، شما اگه تجربه مشترکی دارین میاین با ما صحبت میکنین. این رد و بدل هاست که ما رو وادار میکنه که ادامه بدیم. آره دقیقا. همه اون آدم هایی که مهمون عزیز ما بودن توی اپیزودهای قبلی، فکر کنم ما بیشتر از این که در مورد کارشون، در مورد متریالشون، در مورد مسیر هنریشون پرسیدیم، بیشتر در مورد این که آقا تو کی هستی، زندگی تو رو چگونه ساخته پرسیدیم دیگه. اون تجربه زیسته است که یک آدم رو متفاوت از دیگری میکنه. درسته. و ما اینجا هستیم که اونا رو بشنویم، اونا رو در واقع شیر بکنیم. من خوشحالم که برگشتیم. کمی احساس گیجی دارم، مقدار خوبی احساس عذاب وجدان دارم، ولی خوشحالم که برگشتیم. آره دقیقا منم همینطور. و خب توی این مدت خیلی ما با مائده با هم صحبت کردیم چی کار کنیم. حتی شاید مثلا اپیزود آماده داشتیم پخش نکردیم، یا میخواستیم ضبط کنیم رفتیم برای ضبط نتونستیم. حرف زدیم، حرفمون خیلی از هر دری بوده، خیلی ذهنمون انگار متلاشی بوده، تمرکزی نداشتیم. یه چیزایی رو پاک کردیم، یه چیزایی رو گذاشتیم تو گنجه شاید ازش استفاده کنیم. یه وقت طولانی بوده حتی اصلا با هم صحبت نکردیم. یه وقت طولانی بوده که لحظه به لحظهش رو با هم زندگی کردیم.
اتفاقای زیاد و عجیبی افتاد. حالا چه برای ما اینجا تو آمریکا، چه برای ما ولی دور توی ایران. ولی به قول ماده با وجود همه اینا ما دلمون میخواد ادامه بدیم، کنار شما باشیم، شما ما رو بشنوید، ما با شما در تماس باشیم، به ما پیام بدیم. من هنوز پیام میگیرم، این خیلی خوشحالم میکنه. قطعا به اندازه وقتی که اکتیو بودیم نه، ولی اینکه هنوز 1-2 نفر پیام میدن، سوال میکنن، ابراز لطف میکنن، خیلی خیلی ارزشمنده. خیلی آره آدم رو سر ذوق میاره. آره و همین اصلا این نقطه اتصالای ماست که دلمون میخواد ادامه بدیم و دووم دقیقاً. بیاریم. و اتفاق جالبتری که تو همین ایام دی باورت نمیشه ما البته خب تو خودت در جریانی، ولی توی کامنت ها آدما حال یه سری دیگر رو میپرسیدن که مثلا از فلانی خبر داری، از فلانی خبر داری. و خیلی جالب بود. یعنی حتی با اینکه ما شاید مثلا دسترسی نداشتیم که مستقیم به ایران زنگ بزنیم، مثلا من دنبال یه راهی بودم که فلانی که تو ایرانه به فلانی که اونم تو ایرانه زنگ بزنه، بعد یه جوری به ما خبر بده که من به اون یکی خبر بدم که آره ازش خبر دارم، مثلا حالش خیلی واقعا. بکنم تو اصلش رو گفتی دیگه، این نقطه اتصالاست که ما رو نگه میداره توی زندگی و لذت بخشترین که توی اینجا توی کوره در رفتگان واقعا ما رو کنار هم دیگه نگه داشت. در هر صورت کنار همیم، دلمون پیش دل آدمایی که توی ایران دارن زندگی میکنن و تمام این لحظات سخت رو دارن از نزدیک تجربه میکنن. شاید واقعا ما نتونیم هیچ وقت بگیم میفهممت یا درکت میکنم که چی میگی، چون اون چیزی که اونا دارن تجربه میکنن رو ما نبودیم، ولی میتونیم تصور کنیم و بهشون حق میدیم که خسته باشن یا گاهی ناامید بشن. ولی از اون ورم من خیلی امیدواری دارم میگیرم از دوستام، از مردمی که باشون حالا یه جوری تو ایران در ارتباطم و اگه یه جایی حتی من ناامید شدم، مثلا انگار اونا دوباره من امیدوار کردن که پاشو ادامه بده. در هر صورت ما میخوایم دوباره برگردیم، اپیزود بدیم. نمیدونیم در مورد چی اپیزود بعدی ممکنه توش چیا بگیم، در مورد چی باشه نمیدونیم الان، ولی این اپیزود کوتاه رو میخواستیم اینجا بذاریم به عنوان یه شروع دوباره. فکر کنم دیگه وقتشه که خدافظی کنیم واسه این اپیزود. آره چون واقعا حرف بیشتری نداریم و هر کی هر جا هست خوب باشه و تا اپیزود فکر کنم بعدی. یه بغل گنده به همه آدم ها. واقعا آره. ای کاش که میشد صفترین حالت ممکن بغلشون و طولانی انقدر که دیگه تمام حسامون رو به اون بغله بتونیم رد و بدل کنیم. ما برگشتیم. آره و تا اپیزود بعدی فعلا خدا نگهدار. خدا نگهدار.